خاک اجازه نداره جسم دو نفر رو بخوره. یکی جسم انبیا که ما نمیتونیم انبیا بشیم، انبیا تمام شده. دو جسم شهدا، شهیدم که در راه خدا شهید شده خاک اجازه نداره جسمشو بخوره. اگر قبر حضرت عمر یا حضرت حمزه، مصعب، شهدایی که در راه خدا شهید شدن الان خاک برداری بشه، مثل این که تازه شهید شدن، تازه خون زنده است تو بدنشون. در نتیجه شهید نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز جنازه داره، همون لباس خودش. سبحان الله. مثل این که الان 1000 سال پیش شهید شده، مثل این که الان دفن شده، بدنش گرم، تازه. اینو که میتونیم داشته باشیم، اون یکی نمیشه. تلاش بکنیم خوب بمیریم، خوب زندگی بکنیم و خوب بمیریم.